آموزش رسم الگوی یقه دلبری. برای رسم الگوی یقه دلبری میتوان از گوشه گردن به مقدار دلخواه هلال گردن را گشاد کرد و میتوان برای شومیز بین 2 الی 5 سانتی متر و برای لباسهای مجلسی بیشتر از این مقدار در نظر گرفت. من میام اینجا از گوشه گردنم 2 الی 5 سانتی متر که من اینجا 2 سانتی متر در نظر گرفتم داخل میشم و علامت میزنم و از خط CF هم یا همون خط مرکزی جلو 7 الی 8 سانتی متر پایین میام و علامت میزنم و مقدار 7 الی 8 سانتی متر نیز دلخواه یا حتی میتونه بیشتر یا کمتر باشه. حال من 1/3 این خط رو پیدا کرده و برای راحتی کار میتونم از نقطه 7 الی 8 سانتی متری 3.5 سانتی متر بالا رفته و علامت بزنم. من برای طراحی یقه باید نقطه 2 سانتی متری و 1/3 را به یکدیگر با استفاده از خط کش گونیا وصل کنم. من در اینجا با استفاده از اشل 1/2 دو خط را به یکدیگر امتداد داده و وصل میکنم. ما برای اینکه هلال یقمون رو طراحی کنیم نیاز داریم که 1/2 این خطمون رو پیدا کنیم که من با استفاده از رنگ دیگه این رو بهتون نشون میدم تا جدا بشه اصلا و بتونیم بهتر تشخیص بدیم. پس من 1/2 خطم رو علامت میزنم و با استفاده از هلال خطکش گونیا هلالم رو طراحی میکنم. حال برای طراحی هلال دوم یعنی قسمت دوم که به نقطه 7 الی 8 سانتی متری وصل می شود از انتهای امتداد دو خط به صورت هلال طراحی می کنم و به نقطه 7 الی 8 سانتی متری وصل می کنم. بعد از وصل کردن این هلال به یکدیگر حال نوبت به طراحی یقه پشت میرسه. من از قسمت سرشانی جلو هر چقدر که داخل اومدم که 2 سانتی متر بود از قسمت پشت نیز 2 سانتی متر داخل میام و علامت میزنم و از خط مرکزی پشتم به اندازه 1 سانتی متر داخل میام پایین میام عضو میخوام و علامت میزنم و با صورت خطچین طراحی میکنم و بعد از طراحی یقه جلو و یقه پشت طراحی سجاف و لگی ها رو اعمال میکنیم که سجاف بعد از بستن لگی ها و ساسون سرشانه اعمال میشود که شما در اینجا تصور کنید من ساسون سرشونه رو بستم و لگی ها رو دارم اعمال میکنم. لگی به 2 روش در قسمت جلو اعمال میشود، یکی از انتهای 2 خط به یکدیگر، یکی از خط CF که در روش اول من لگی را به صورت فرضی براتون نشون میدم ولی بهتره که از خط CF این لگی رو ببندید. البته این بستگی به بازی یقتون داره. مقدار لگی که بین نیم تا 1 سانتی متر می باشد من در اینجا نیم سانتی متر لگی می بندم که به صورت فرضی براتون بستم و از خط CF هم به اندازه نیم الی 1 سانتی متر گفتم که بستگی به بازی یقتون داره لگی می بندم و بعد از بستن لگی سجافم رو طراحی می کنم. برای طراحی سجاف در الگوی بالاتنه جلو و الگوی بالاتنه پشت من میام از 2 سانتی متری 4 سانتی متر داخل میشم و از نقطه 7 الی 8 سانتی متر 4 سانتی متر پایین میام و به صورت گونیا این 2 نقطه رو به یکدیگر وصل میکنم. میتونی سجاف رو هم به صورت هلال و به صورت صاف مانند یقه طراحی کنی. حال برای طراحی سجاف پشت میتونید از نقطه 1 سانتی متری 7 الی 8 سانتی متر یا حتی بیشتر داخل برید، اما نکته مهم اینجاست که از قسمت سرشانه 4 سانتی متر داخل شین تا در هنگام دوخت به مشکل بر نخورید. من اینجا 7 الی 8 سانتی متر پایین میام از این قسمت 4 سانتی متر و این 2 نقطه رو به یکدیگر وصل میکنم. الگوی یقه دلبریمون به پایان رسید. اگه دوست داشتین لایک و کامنت یادتون نره.